بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانی محترم و مکرم، بینندگان معززی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد بابی از ابواب نماز است که او باب نماز جمعه هست که در 3-4 قسمتی گذشته در مورد فضیلت روز جمعه و احکام و آداب روز جمعه و همچنین در مورد فضیلت های نماز جمعه و حکم نماز جمعه و عقوبت و جزای کسی که نماز جمعه را عمدن ترک میکند و همچنین در مورد احکام و آداب خطبه جمعه خدمت شما عزیزان در 3-4 قسمتی گذشته این احکام و آداب را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تقدیم کرده بودم و بیان کردم که از آداب و سنت ها و احکام خطبه جمعه این است که خطبه باید استاده ایراد شود. امام یا خطیب بدون عذر باید در وقت خطبه ننشیند بلکه استادگی خطبه را ایراد کند و همچنین وقتی که استاد می شود اول باید به مستمعین سلام بدهد و خطبه را با آوازی بلند و در جای بلند ایراد کند و در وقت ایراد خطبه بر بالای عصا یا نیزه تکیه کند و همچنین خطبه باید کوتاه بوده باشد، تطویل از درازی از تطویل اجتناب کند و خطبه را با گفتن حمد و ثنا و تشهد و درود بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و امر به تقوا و شروع میکند و بعد از او از سنت های خطبه این است که چند آیه از قرآن کریم را تلاوت میکند و مواعظ و احکام روز را برای مستمعین بیان میکند و همچنین از جمله احکام خطبه این است که شنیدن خطبه بر مستمعین واجب است و سخن گفتن در وقت ایراد خطبه حرام و ناجایز است. این احکام و مسائل را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما عزیزان بیان کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه امو در قسمت های گذشته در مورد این است که تحیت المسجد یا دو رکعت نمازی که انسان وقتی که داخل مسجد میشه وارد مسجد میشه در وقت ایراد خطبه آیا خوانده شود یا نشود، در مورد خواندن نماز تحیت المسجد در وقت ایراد خطبه و همچنین در مورد نوافلی که قبل از نماز جمعه خوانده می شود یا نوافلی که بعد از نماز جمعه خوانده می شود یا سنت های راتبه قبلی و بعدی که آیا نماز جمعه مانند دیگر نمازها سنت های راتبه قبلی و بعدی دارد. این احکام و مسائل را ان شاء الله المتعال در این قسمتی از برنامه در پرتوی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما دوستان بیان خواهم کرد. در مورد تحیت المسجد در وقت ایراد خطبه، تحیت المسجد هر وقتی که انسان وارد مسجد می شود سنت و مستحب است که 2 رکعت نماز بخواند که این 2 رکعت نماز به نام تحیت المسجد یاد می شود و این مطلب در حدیثی که امام بخاری او را از حضرت ابو قتاده رضی الله عنه روایت میکرد آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، وقتی که یکی از شما وارد مسجد می شود ننشیند تا اینکه 2 رکعت نماز بخواند که این 2 رکعت نماز به نام تحیت المسجد است و در هر مسجدی که انسان داخل می شود سنت و مستحب است که قبل از اینکه بنشیند باید 2 رکعت نماز بخواند الا مسجد الحرام که وقتی که وارد مسجد الحرام می شود و نیت عمره را دارد سنت این است که اول باید به طواف شروع کند، نه اینکه تحیت المسجد بلکه سنت شروع کردن به طواف در اطراف خانه کعبه هست و همچنین وقتی که انسان وارد مسجد الحرام می شود اگرچه نیت عمره هم نداشته باشد افضل است که طواف کند الا اینکه شخصی فقط به خاطر ادای فرض می آید و تا هنوز وقت فرض فرا نرسیده شروع نشده میتواند که در اون صورت
دو رکعت تحیت المسجد را بخواند، اراده طواف را اگر نداشته باشد. اما اینکه اگر اراده طواف را داشته باشد یا اراده عمره را داشته باشد، در او صورت کسی که وارد مسجد الحرام میشود تحیت المسجد نیست، بلکه شروع به طواف میکند. اما دیگر مساجد وقتی که انسان وارد میشود سنت است که اول دو رکعت نماز بخواند که او به نام تحیت المسجد است. اما در وقت ایراد خطبه، چون گفتیم که استماع خطبه یا شنیدن خطبه واجب است و سخن گفتن در وقت خطبه حرام و ناجایز است، حتی امر به معروف و نهی از منکر که یک کسی که سخن میگه تو را حق نداره که منع کنی، و همچنین یک کسی داخل می شود حق ندارد که با آواز بلند السلام علیکم بگوید، و اگر کسی سلام داد مستمعین حق ندارند که با آواز بلند و علیکم السلام بگویند. این چیزها در وقت خطبه ممنوع است. پس تحیت المسجد آیا خوانده می شود یا اینکه کسی که داخل مسجد می شود در وقت ایراد خطبه باید بنشیند و آیا تحیت المسجد را نخواند؟ در مورد تحیت المسجد حدیث متفق علیه، حدیثی که امام بخاری و امام مسلم او را از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند، آمده که ایشان فرمودند دخل رجل یوم الجمعه و النبی صلی الله علیه و سلم یخطب. یک روزی از روزهای جمعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه ایراد میکردند و شخص داخل مسجد شد، و در روایت امام مسلم آمده که این شخص به نام سلیک الغطفانی بود. شخصی به نام سلیک الغطفانی که از صحابه کرام در وقت ایراد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه جمعه را وارد مسجد شد و این شخص نشست در جای خود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام ایراد خطبه فرمودند که اصلیت آیا تو نماز خواندی، این دو رکعت نماز تحیت المسجد را خواندی؟ این شخص گفت که نه، ما دو رکعت تحیت المسجد را نخواندم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قم فصلی رکعتین، استاد شو دو رکعت تحیت المسجد را بخوان. پس بنا به این حدیث جمهور علما، جمهور فقها و همچنین جمهور محدثین رأیشان این است که خواندن دو رکعت تحیت المسجد در روز جمعه در وقت ایراد خطبه، وقتی که شخص داخل مسجد می شود و امام در حالت خطبه هم بوده باشد، سنت است که پیش از اینکه می نشیند باید دو رکعت تحیت المسجد را بخواند، مگر اینکه این دو رکعت تحیه را باید به شکل دراز و طولانی نخواند، در اختصار بکند، یعنی در قرائت خود، در رکوع خود، در سجده خود و در قعده خود اختصار بکند، به شکل مختصر و عجولانه این دو رکعت تحیت المسجد را بخواند. چون در روایت دیگری در امام بخاری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این شخص، به این سلیک الغطفانی فرمودند که صلی رکعتین خفیفتین، تو دو رکعت نماز خفیف بخوان، طولانی نباشد. و همچنین در روایت دیگری در امام مسلم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند صلی رکعتین و تجوز فیهما، تو دو رکعت نماز بخوان لیکن زود این دو رکعت نماز رو بخوان، در این دو رکعت نماز طولانی نخوانید دو رکعت نماز را. از امام و همچنین امام احمد رحمت الله علیه از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه و سلم یخطب علی المنبر فامره ان یصلی رکعتین. در روز جمعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالتی که خطبه ایراد میکردند شخصی وارد مسجد شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را امر کردند که پیش از اینکه می نشیند باید دو رکعت تحیت المسجد را بخواند. و این حدیث هم احتمال عزیز که یک واقعه بوده باشد که واقعه سلیک الغطفانی است و احتمال عزیز که واقعه سلیک الغطفانی که از حضرت جابر بن عبدالله روایت شده در صحیحاً اون دیگر واقعه بوده باشد و این واقعه که از ابو سعید خدری روایت شده و امام احمد و امام ابو داود روایت کردن این واقعه دیگری بوده باشد. به هر حال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شخصی که داخل مسجد شدن و پیش از اینکه بنشیند او را امر کرد که تو باید دو رکعت نماز تحیت المسجد را بخوانی و بعد از او نشسته به خطبه خطیب گوش بدهی. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه و امام احمد رحمت الله علیه از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وقتی که یکی از شما وارد مسجد می شود در حالی که امام خطبه ایراد میکند باید دو رکعت نماز اول بخواند، لیکن این دو رکعت نماز را خفیف یا زود بخواند و در این این دو رکعت نماز را طولانی نکند. بنا به این احادیث که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قولا هم امر کردند
و شخصی که داخل شد که سلیک الغطفانی بود او را هم امر کردن که ننشیند. و واقعه دیگری که حضرت ابو سعید خدری روایت میکنه، شخص دیگری هم داخل مسجد شد، رسول اکرم صلی الله علیه و پیش از که او بنشیند او را امر کرد که تو ننشین، اول باید رکعت نماز بخوان. و این احادیث در صحیحین آمده، در صحیح بخاری و صحیح مسلم و همچنین در سنن ابو داود و مسند امام احمد و احادیث صحیحه هست. بنابراین احادیث جمهور علما رأیشان این است که وقتی که کسی وارد مسجد می شود و اگرچه امام در حالت خطبه هم باشه در روز جمعه، سنت است که اول رکعت نماز تحیت المسجد را بخواند و بعد از اون نشسته به خطبه خطیب گوش بدهد. و عده از علما از جمله امام مالک رحمت الله علیه و علمای دیگر رأیشان این است که چون شنیدن خطبه در روز جمعه واجب است و هر نوع سخن گفتن و حتی امر به معروف و نهی از منکر در وقت ایراد خطبه ممنوع شده، لذا این در سنت تحیت المسجد هم خوانده نمی شود. کسی که داخل مسجد می شود در وقتی که امام خطبه می دهد باید بنشیند و به خطبه امام گوش بدهد، بنا به قول الله متعال که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، و چون خطبه در قرآن خوانده می شود و استماع به قرآن و خواندن قرآن کریم، کسی که قرآن کریم را گوش می دهد، گوش دادن به قرآن کریم واجب است، لذا باید بنشیند و رکعت نماز را نخواند. اما جمهور علما رأیشان این است که این آیات عام است و این را احادیثی که ما ایراد کردیم و احادیث این را تخصیص داده و همچنین اینکه احادیث متعددی آمده که امر به معروف و از نهی از منکر در وقت ایراد خطبه منع شده و همچنین جواب سلام دادن و یا سلام دادن و یا کسی که عطسه میزنه جواب از او را به الحمدلله گفتن یا جواب از او را به یرحمک الله گفتن، این چیزا منع شده وقت خطبه. علما گفتن که اون هم یک حکم شرعی است و این هم یک حکم شرعی مستقل است، یعنی کسی که داخل مسجد است واجب است که به خطبه گوش بدهد و حتی امر بالمعروف و نهی عن منکر نکند و حتی کسی که عطسه میزند در جواب از او یرحمک الله نگوید و کسی که سلام میده جواب از او را با آواز بلند ندهد و اگر به دلش میدهد اشکالی ندارد و یک حکم شرعی مستقل است. و این هم یک حکم شرعی مستقل است که کسی که در وقت ایراد خطبه وارد مسجد می شود باید در رکعت نماز سنت را بخواند و بعد از او به خطبه جمعه گوش بدهد. و همچنین حدیث دیگری هم از آمده در سنن امام ترمذی که روزی مروان که والی وقت مدینه بود در مسجد نبی صلی الله علیه و خطبه میداد و حضرت ابو سعید خدری وارد مسجد شد و خواست که دو رکعت نماز را بخواند و پاسبانهای از او یا حافظین از او مروان خواستند که او را منع کنند. حضرت ابو سعید خدری منع نشد، دو رکعت نماز خود را خواند و بعد از او گفت که ما كنت لأدعهما بعد ان سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یأمر بهما. ما هیچ وقت این دو رکعت نماز را ترک نمیکنم، این دو رکعت نماز تحیت المسجد را ترک نمیکنم بعد از اینکه از رسول اکرم صلی الله علیه و شنیدم که ما را به خواندن این دو رکعت نماز امر میکردند. و علمایی که گفتن که واجب نیست یا خواندن این دو رکعت نماز سنت نیست باید که بنشیند، به حدیث دیگری هم دلیل گرفتن که در معجم کبیر طبرانی آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام. وقتی که یکی از شما وارد مسجد می شود در حالی که امام خطبه می دهد پس نباید سخن بگوید و نه نماز بخواند تا که امام از خطبه خود فارغ می شود. لیکن جمهور علما گفتند که این حدیث در سندش ضعف است و این حدیث در سندش شخصی است به نام ایوب بن نهیک و این شخص به اتفاق علما متروک و ضعیف است، لذا به این حدیث عمل نمی شود. عمل با حدیثی می شود که در صحیحان، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم و همچنین در سنن ابو داود و همچنین در مسند امام احمد با سند صحیح وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خواندن این دو رکعت نماز حتی در وقت خطبه هم امر کردند. لذا سنت است که در وقت خطبه وقتی که انسان وارد مسجد می شود این دو رکعت نماز را بخواند، الا اینکه امام خودش وقتی که داخل مسجد می شود سنت این است که در منبر بالا شود و سلام داده بر وقت بعد از اینکه به مستمعین سلام میده در جای خود بنشیند و بعد از اینکه مؤذن از اذان فارغ شد شروع به خطبه میکند و این دو رکعت نماز در حق خطیب سنت نیست.
و بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه دوباره خدمت شما عزیزان هستم با بیان ادامه این مطلب در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنگامی که بندگانم از تو درباره من سؤال کنند، من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم. بنابراین باید بندگانم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند تا راه خود را بیابند و به مقصد برسند. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان هستم و مطلبی دیگری که میخواهم او را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما عرض بیان کنم. این است که نماز جمعه آیا سنت های راتبه هم است که مانند دیگر نمازها، مانند نماز پیشین یا نماز خفتن یا نماز فجر، آیا سنت های نماز جمعه سنت های راتبه قبلی و بعدی دارد یا ندارد؟ در مورد سنت های راتبه قبلی قول علما این است که قبل از نماز جمعه عدد معینی وارد نشده از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در احادیث صحیح که چنین عددی خوانده باشند یا امر به خواندن از او کرده باشند که او سنت راتبه باشد. یعنی قبل از نماز جمعه سنت راتبه نیست بلکه نوافل عامه هست که در احادیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به خواندن نماز نفلی بدون تعیین عدد رکعاتش امر کردن، تشویق کردن یا ترغیب کردن که قبل از اینکه نماز جمعه شروع می شود، کسی که داخل مسجد می شود قبل از نماز جمعه نمازهای نفلی را انجام بدهد، نماز نفلی بخواند، غیر از دو رکعت تحیت المسجد دیگر نماز نفلی بخواند، لیکن تعداد معینی نآمده. لذا قول جمهور علما فقها و محدثین این است که قبل از نماز جمعه سنت راتبه معینی نیست بلکه نوافل عامه است به شکل نفلی، هر قدر نمازی که انسان خوانده میتواند بخواند و اگر نمیخواند فقط اکتفا به دو رکعت تحیت المسجد میکند اشکالی ندارد. چون در روایت امام مسلم رحمت الله علیه که از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد خواندن نماز قبل از نماز جمعه چنین فرمودند: من اغتسل یوم الجمعه ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له، کسی که قبل از نماز جمعه غسل میکند و بعد از او برای ادای نماز جمعه به مسجد می آید و آنچه که در تقدیری از در نصیبی از اوست یا آنچه که او قادر به اوست او را میخواند هر قدر نمازی که میتواند، ثم انصت حتی یفرغ الامام من خطبته، بعد از او وقتی که امام به منبر بالا میشود به خاطر ایراد خطبه خاموش می نشیند تا که امام از خطبه فارغ می شود. غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى و فضل 3 ایام، گناهی که در بین دو جمعه کرده خداوند متعال گناه از او را میبخشد و همچنین اضافه بر آن گناه 3 روز دیگری از او را میبخشد. یعنی الله متعال گناه 10 روزی از او را میبخشد که مراد از او گناههای صغیره هست، چون گناه کبیره بدون توبه بخشیده نمیشود. پس در این حدیث که امام مسلم را از حضرت ابو هریره روایت میکند رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که فصلى ما قدر له، بخواند آن اندازه‌ای که نصیبی از اوست یا اندازه‌ای که او طاقت و توان دارد. عدد معینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله تعیین نکردند. لذا قول علما این است که قبل از نماز جمعه سنت راتبه معینه نیست، هر قدر که انسان میتواند بخواند. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند انه كان يصلي الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعت، انه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما قبل از نماز جمعه نماز طولانی میخواندند اما بعد از نماز جمعه فقط
2 رکعت میخواندن. یعنی قبل از نماز جمعه نمازهای طولانی میخواندن و بدون تعیین عددش، هر قدر که میتونستن میخواندن، ولیکن بعد از نماز جمعه فقط 2 رکعت نماز میخواندن. و یحدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یفعل ذلك، و میگفتن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنین کار را میکردن. چون عبدالله ابن عمر صحابی بود که همیشه یعنی قدم به قدم، لحظه به لحظه میخواست که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیروی کند و هر کاری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میکردن به متابعت ایشان بدون کم و کاست ایشان پیروی میکردن. و ابو داود رحمت الله علیه از روایت میکنه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه قبل از نماز جمعه نماز طولانی میخواندن، نمازهای نفلی طولانی میخواندن، اما بعد از نماز جمعه فقط 2 رکعت میخواندن که او از جمله سنت های راتبه هست. این بود در مورد نماز راتبه قبل از نماز جمعه. و اما در مورد سنت های راتبه بعد از نماز جمعه روایتی هم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 4 رکعت میخواندن و همچنین روایتی آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خواندن 4 رکعت سنت راتبه بعد از نماز جمعه امر کردند. و همچنین روایتی هم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 رکعت هم میخواندن، لیکن روایت 2 رکعتی مقید آمده به این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر در مسجد نمیخواندن به خانه خود میرفتن، باز در خانه خود 2 رکعت میخواندن. لذا عده علما قولشان این است که اگر انسان نماز راتبه را، سنت راتبه را در مسجد بخواند، افضل و بهتر است که 4 رکعت بخواند، و اگر در خانه خود خواند افضل و بهتر است که 2 رکعت بخواند. و عده علما هم فرمودند که چون روایت 4 رکعتی در صحیح مسلم آمده و همچنین از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و ثابت است و همچنین از قول ایشان ثابت است، لذا افضل است که در هر حالت 4 رکعت بخواند. خواندن 4 رکعت افضل و بهتر است که اگر در مسجد خواند یا در خانه خود خواند، افضل و بهتر است که 4 رکعت بخواند. و این مطلب یعنی خواندن 4 رکعت نماز تحیت سنت راتبه یا 2 رکعت در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و ثابت است، از جمله حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و چنین فرمودند: اذا صلى احدكم الجمعه فلیصلی بعدها 4. وقتی که یکی از شما نماز جمعه را میخواند، فرض جمعه را میخواند و بعد از او 4 رکعت نماز دیگر سنت راتبه بخواند. و در روایت دیگر آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من کان مصلیا بعد الجمعه فلیصلی 4. کسی که میخواد که بعد از نماز جمعه سنت راتبه بخواند، پس باید 4 رکعت نماز سنت راتبه بعد از نماز جمعه بخواند. و همچنین گفتم که روایت های آمده به 2 رکعت، از جمله حدیث ابن عمر که قبلا نقل کردیم که امام ابو داود او را روایت میکند که حضرت عبدالله ابن عمر قبل از نماز جمعه نماز طولانی میخواندن، نمازهای نفلی را طولانی میخواندن، اما بعد از نماز جمعه فقط 2 رکعت میخواندن و میگفتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که چنین کار را میکردن. و همچنین در حدیث متفق علیه آمده که عبدالله بن عمر گفتند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز جمعه بعد از نماز جمعه 2 رکعت نماز سنت میخواندن وقتی که بر خانه خود برمیگشتن. یعنی بعد از نماز جمعه هنگامی که بر خانه خود برمیگشتن، در خانه خود 2 رکعت نماز سنت راتبه میخواندن. و همچنین امام ابو داود و علمای دیگر از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند انه کان اذا صلى في المسجد صلى 4 و اذا صلى في بیته صلى رکعتین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اگر نماز نفلی یا سنت راتبه خود را بعد از نماز جمعه در مسجد میخواندند، در او صورت 4 رکعت میخواندند، و اگر در مسجد نمیخواندند در خانه خود میخواندند باز 2 رکعت میخواندند. لذا بنابراین عده از علما و محققین رأیشان این است که افضل این است که اگر انسان در مسجد میخواند سنت راتبه را بعد از نماز جمعه 4 رکعت بخواند، و اگر در مسجد نخواند به خانه خود برگشت در خانه خود خواند، در او صورت 2 رکعت بخواند. و اما عده از علما رأیشان این است که احادیث 4 رکعتی در صحیحین آمده، در صحیح مسلم آمده و از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده و همچنین از قولشان نقل شده. لذا افضل و بهتر است که در هر حالت 4 رکعت نماز نفلی یا نماز سنت راتبه بعد از نماز جمعه انسان مسلمان بخواند. و همچنین از سنت های روز جمعه این است که انسان نمازگزار بعد از نماز جمعه وقتی که میخواد نماز نفلی بخواند،
باید نماز نفلی را یا سنت راتبه را وصل با نماز جمعه نکند، بلکه در بین فرض جمعه و در بین سنت راتبه فاصله بیارد و این فاصله یا به تغییر دادن جای است که از جایی که نماز فرضی خود را خوانده به جای دیگری انتقال یافته در او جا بخواند، یا اینکه سخنی بگوید با پهلو پیلش با یک شخصی و بعد از او خسته دو رکعت نماز دیگر را یا 4 رکعت نماز دیگر نماز سنت راتبه را بخواند. المهم در بین فرض و نماز سنت راتبه باید وصل یا پیوست نخواند، آن را باید فاصله ایجاد کند و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است. از جمله حدیثی که امام مسلم از صحابی جلیل قدر صائب ابن یزید روایت میکند که حضرت معاویه رضی الله عنه به این صائب ابن یزید فرمود: اذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم امرنا بذلك. حضرت معاویه رضی الله عنه به صائب ابن یزید گفت که وقتی که تو نماز جمعه را میخوانی بعد از او نماز دیگر را که او سنت راتبه است با فرض نماز جمعه وصل نکن حتی تا اینکه تو سخن بگویی در بین فرض و نفل، یعنی فاصله ایجاد کنی، یا سخن بگویی یا جای خود را تغییر بدهی، از مسجد بیرون شوی یا جای خود را تغییر بدهی. به خاطر چی؟ به خاطر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را به این چیز امر میکرد که ما نماز جمعه را وقتی میخوانیم پشتی از او مباشرتا نماز سنت راتبه را نیت نکنیم، بلکه جای خود را تغییر بدهیم یا اینکه سخن بگوییم یا اینکه از مسجد خارج شده در خانه خود سنت راتبه را میخوانیم. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را به این چیز امر میکرد که ما یک نماز را با دیگر نماز وصل نکنیم، نماز سنت را با نماز فرض وصل نکنیم تا اینکه سخن بگوییم یا جای خود را از جای خود انتقال بیایم با جای دیگر یا از مسجد بیرون شویم. این حدیث دلالت به این میکند که افضل و بهتر است که انسان نمازگزار بین فرض و بین نفل یا بین سنت راتبه پیوستی نیارد، یعنی پیهم نخواند آنها را، بلکه در بینشان فاصله ایجاد کند. و عده علما این را خاص به نماز جمعه گفتن و عده علما گفتن که این حکم در تمام نماز هاست. در هر نماز افضل این است که وقتی که انسان فرض را میخواند فاصله ایجاد کند و بعد از او نماز سنت راتبه یا نفل را بخواند، چون یکی در حکمتهایش این است که خلط در بین فرض و نفل نمیاد، فرض از نفل جدا می شود. و دیگر حکمتهایش این است که انسان وقتی که جای خود را تغییر می دهد در جای دیگری نماز نفلی خود را می خواند، در نتیجه جاهای سجده از او اضافه می شود و در روز قیامت در هر جایی که انسان سجده می کند اون جای برای انسان شهادت و گواهی می دهد و در نتیجه گواهی و شهادت جایها در روز قیامت برای از او اضافه می شود. لذا بهتر است که جای خود را تغییر بدهد، در جای دیگری بخواند و یا اینکه از مسجد بیرون شده در خانه خود بخواند و یا اینکه با شخصی سخن بگوید و بعد از او نماز نفلی را بخواند و اینکه تسبیحات و ادعیه‌ای که بعد از نماز فرضی آمده بعد انجام این تسبیحات و ادعیه باز استاد شده نماز نفلی را میخواند. و در اینجا دوستان محترم وقت برنامه ما به پایان میرسد. تا لقاء و دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم و ان شاء الله ادامه این مطالب را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت آینده با شما بیان خواهم کرد. تا با او وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.